اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان صبح دوشنبه 23 ینور سال 2023 رئیس حکومت نویای رشت در شرق جمهوری مقیم رحیم جان نبیزاده و رئیس دستگاه او ارتقوف خال محمد را با اتهام گرفتن پاره دستگیر کردند. مقامات رسمی از جمله مقامات اگنتی مبارزه با کروپسیا تا کنون رسما این خبر را تصدیق یا رد نکردند، ولی دو منبع گوناگون نزدیک به اگنتی و به حکومت نویای رشت در دوام روز به پایگاه خبری بامداد تصدیق کردند که در حقیقت دو منصبدار بلندپایه نویای رشت، رئیس این نویه و رهبر دستگاهش هنگام گرفتن پاره به دست افتادند. به گفته دو منبع دیگر، رحیم جان مقیمی و رهبر دستگاهش تقریبا یک ماه باز با اتهام غیر قانونی فروختن زمین‌ها تحت کارکرد اپراتیوی از جانب کارمندان اگنتی قرار داشتند و یک روز قبل یعنی 22 ینور سال 2023 رهبران اگنتی شخصا از پرزیدنت امامعلی رحمان برای گذرانیدن عملیات بازداشت رئیس نویای رشت اجازت گرفتند. سعدالله خدایارov بلاگر زاده رشت نیز در فیسبوک خبر بازداشت رئیس این نویه را همراه رهبر دستگاهش تصدیق کرد. او نوشت که مقیم و ارتقوف به گرفتن $10,000 به صفت پاره ایبدار می شوند. افراد آگاه میگویند عجب نیست اگر پرونده ضد مقیمی انتقام کلانی همچنان پرنفوذ لایق‌زاده ها باشد. مقیمی سال 2000 با مکافات دولتی اردن دوستی سرفراز گردانیده شده است. عائله دار، صاحب 5 فرزند می باشد.